خدا میگوید اگر تو 5 وقت نماز از برای پروردگارت میخوانی، از برای همچون اطاعت کننده فرمان الله میخوانی، به خاطر که حبیب خدا این سراج، این بشیر، این معلم میفرماید مثل صلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب احدكم. حبیب خدا میگه نماز شما این جمله های زیبایی که از زبان من برآمده است، اینها را تحلیل هاشون خوانین و شما عاشق 5 وقت نماز شوین و این 5 وقت نماز به این خاطر اگر خوانین من مکافات برای شما در دوام حدیث بیان میکنم. حبیب خدا میگه مثال 5 وقت نماز مثال یک نهری هست. نهر گفته ما و شما در همین لغتی گوییم که تاجیکی خودمان کلمه نهرم استفاده میبریم، همچون یک دریا. مثال یک دریایی هست. ببین جار غمر، حبیب خدا مثل یک دریایی که جاری شونده هست، مثل یک دریایی که بسیار چقوری دارد. علی باب احدکم، در تصور کنید میگوید حبیب خدا که این گونه دریا در نزد دروازه هر کدام شما وجود دارد. یغتسل منه کل یوم 5 مرات. همچنان از حبیب خدا که نزد دروازه دریای داری، جاری هست، چقور است، در یک روز 5 وقت تو در داخل این دریا آبازی داری. در دیگر حدیث ها میگوید آیا بعد 5 وقت آبازی کردن در وجود تو از چرک چیز باقی میماند؟ گفتن نه ای حبیب خدا. پس حبیب خدا گفتن 5 وقت نماز شما تمام گناه های شما را نابود میگرداند. این آبازی کردنی در دریا این تمثیل و این مثال این دارد. خدا رحمت کند حضرت ربیعه ابن مالک فقیر بودند. تاریخ میگوید ولد فقیرا عاش فقیرا و مات فقیرا. به دنیا آمد در عائله کم بغل بود. عائله بود که بیچاره ها هیچ شرایطی نداشتند. فقیر بود که بازم این فقیریش قناعت به سوی خدا داشت. همه فقیریش از پروردگار میدید. تولد شد میگوید در عائله کم بغل، عاش فقیرا، به وایه رسید، کلانسال شد، صاحب زن و فرزندم که شد، تا حال فقیری از او دور نبود. فقیر بود، نادار و بیچاره بود. خیلی فقیری را از سرگذرانیدن و در فقیری قناعت پیدا کردن کاری هر یک شخص نیست. کاری هر یک شخص نیست. و مات فقیرا، زمانی که میگوید از دنیا هم که گذشت، حضرت ربیعه ابن مالک از دنیا کم بغل گذشتند. هیچ مال و ملک از او به زن و عیال و فرزندش میراث باقی نماند. هیچ چیز نماند. همگیش از دست نیست، چیزی در خاندان نیست. باره میگوید به نزد حبیب خدا آمد و حبیب خدا میگوید دمی سحر بود، آمد ربیعه میگوید در پهلوش نشست. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به جانب این ربیعه ابن مالک نظر کرد و گفت سل ما شئت. ای ربیعه یک چیزی بخوا که من در حق تو دعا کنم. بخوا یکان چیزی. چی میخواهی؟ حضرت ربیعه که عاشق الله بود، عاشق محمد صلی الله علیه و سلم بود، عاشق قرآن بود، گفتی خود حضرت 1 ساعت به رسول اکرم طاقت نداشت. همیشه میگو ما
دوست می داشتم که فقط در پهلوی رسول اکرم باشم. خانه میرم، در خانه غمگین میشم تا چهره رسول اکرم اگر نظر نکنم. محب بودن، دوستدار بودن. میگد آب طهارت بر رسول اکرم میداد، کفش‌های حبیب خدا را پیش پا میگذاشت. در جنگ ها میگد نزدیک خیمه حبیب خدا بود، نزد دروازه خیمه خواب میکرد تا که دشمن اول از او گذرد و بعد بر رسول اکرم رسد. دفاع میکردند. اسلامشان دوست میداشتند، پیشواشان دوست میداشتند، پیشواشان در خلوتی تنقید نمیکردند، پیشواشان در پنهانی غیبت نمیکردند، بلکه دوست میداشتند. چی میخوای ربیعه در حق دعا کنم؟ حضرت ربیعه پروای دنیا نداشت. دنیا را میدانست که چیست، میدانست که دنیا چیست. بازیچه است، بازیچه است که فی الفریب این متاع دهر، به عقل مردمان که بر او مبتلا شود. نه لایق بر غرور است و نه عزم اعتمادی ها، نمی ارزد به این حرفی که کس گوید به من داده است. اونایی را میدانستند، اونا میدانستند که حال دنیا را بپرسیدم من ز یک فرزانه، گفت باد است یا خواب است یا فرزانه، یا مثال توده برف است در فصل بهار، هیچ عاقل دل نبندد با چنین ویرانه. اونا این دنیا را میدانستند. چی گفت؟ اسألک مرافقتک. حبیب خدا یگانه چیزی که میخواهم این است که در جنت همراه تو باشم. سؤال من از تو این است، خواهش من از تو این است. حبیب خدا دست بردار، دعای تو در نزد پروردگار قبول است. فقط خواهشم این است که چگونه در دنیا همراه تو بودم در جنت هم همراه تو باشم. اینم میخواهم. حبیب خدا چی گفتن؟ او غیر ذالک. ربیعه غیر این چی میخواهی؟ غیر این چی میخواهی؟ حضرت ربیعه تکرار به تکرار فقط پهلوی تو را در جنت میخواهم، فقط همراهی تو را در جنت میخواهم. لیکن حبیب خدا چی گفت؟ اعینی نفسک بکثرت السجود. اگر گو خواهی که فردای قیامت همراه من باشی، خواهی که در جنت همراه من باشی، تو مرا در شفاعتم یاردم کن با 5 وقت نماز خواندن. مرا یاردم کن. گفت شفاعت من برای تو در روز قیامت به اذن پروردگار، خواهی که اجرا شود در دنیا به نماز مرا یاردم کن، از نماز دور نباش. حبیب خدا گفتن اگر شما نماز از برای خدا خوانید، در این یگان مقصد و غرض نداشته باشید. نماز باشد که صدقاً از برای خدا باشد، نماز ریایی نباشد، نماز خودنمایی نباشد، نماز ناامیدی نباشد. دل جدا زبان جدا باشد، او کجا طاعت خدا باشد. نماز بسیار خوب خوانید. حضرت ابوبکر صدیق نماز میخواند، صحابه های گرامی میگفت مثل چوبی را که در زمین میخلانی مثل همون حرکت نمیکرد، میترسید. حضرت علی رضی الله عنه را نمازخوانیش در کتاب صحابه ها حکایت میکند، در بالای جای نماز میلرزید وقتی نماز میخواند. امروز این بی پروایی ما و شما را فرا گرفته است. در بالای جای نماز با الله صحبت داریم، پروا نداریم. نمیدانیم که ما کدام امر را اجرا کرده ایستاده ایم، در پیشگاه کی ایستادگی. دل جدا زبان جدا باشد، او کجا طاعت خدا باشد. جسم در خانقاه و دل در سیر، این چونین بندگی چی خط و چی خبر. دست در صبح زبان در یاد، در دست من تسبیح، دست در صبح زبان در یاد، دل در انجام دنیوی فریاد. ظاهر خود حرقه پوشی ها، ظاهر من اگر ببینند
کسی که بیند میگد این مولوی است یا یگان شیخ است یا یگان صوفی است یا یگان ایشانزاده است. ظاهر خود حرقه پوشی ها، باطن خود مکر و فریبی ها. این چی طاعت چی بندگی باشد، مردنت به که زندگی باشد. حضرت صوفی الله یار در مسلکش گفتند. اینا را برای چی ما را گفتند؟ مردنت به گفتند، سخت گفتند، به خاطر گفتند که ما بیدار شویم، به خاطر که ما عبرت گیریم که ما چی کار کرده ایستاده ایم، ما چی وظیفه داریم. این نماز چی مهم در نزد پروردگار است تا که از مهم بودن این ما درکدار شویم.